می‌دانستم که نباید نزد علامه روزه بخوانم، چرا که او تحمل شنیدن مصائب اندوهبار جدش را ندارد و برای همین خطبا نزد او روزه نمی‌خواندند. روزی متوجه حضور ایشان در حسینیه لکنو نشدم و مشغول ذکر مصیبت بودم که ناگهان سر و صدا مجلس را فرا گرفت و جمعیت به من گفتند دیگر نخوان، علامه میرحامد حسین از هوش رفته است. میرحامد حسین موسوی در 5 محرم 1246 قمری به دنیا آمد. او فرزند مجتهد و متکلم مشهور مفتی محمد قلی موسوی بود. ابتدا در محضر پدرش شروع به فراگیری علوم مختلف به خصوص علم کلام کرد، اما در 14 سالگی پدرش در شهر لکنو از دنیا رفت. پس از پدر از مجتهدین بزرگ لکنو کسب علم کرد و جامع علوم معقول و منقول شد و به تکمیل و ویرایش آثار پدرش مانند فتوحات حیدریه، رساله تقیه و تشیید المتاعن پرداخت. یک عالم مخالف کتاب منتهی الکلام را در رد عقاید شیعه از اصول و فروع دین و قرآن تا مهدویت نگاشت و ادعا کرد هیچ کس نمیتواند ایراداتی که او بر شیعه وارد کرده را پاسخ دهد. میرحامد حسین نیز در 10 جلد جواب او را داد. شوارق النصوص فی تکذیب فضائل اللصوص، کشف المعضلات فی حل المشکلات، عذب البطار فی مبحث آیت الغار، الذرائع فی شرح شرایع و چند تألیف دیگر از آثار مکتوب میرحامد حسین است. اهمیت میرحامد حسین در تاریخ تشیع برای نگارش کتاب عبقات الانوار فی امامت ائمه الاطهار است. در اوایل قرن 13 قمری عبدالعزیز دهلوی بزرگ اهل تسنن شبه قاره با نگارش تحفه اثناعشریه آتش دشمنی با شیعه را بیش از پیش افروخت. هر یک از علمای شیعه جواب درخوری به تهمت‌های دهلوی دادند. میرحامد حسین نیز بر آن شد که تهمت‌های باب هفتم یعنی امامت تحفه را پاسخ دهد. نتیجه این تلاش دایره المعارف عقاید شیعی یعنی عبقات الانوار شد. میرحامد حسین با اینکه بیشتر عمر را صرف دفاع از ولایت امیرالمؤمنین کرد و بهتان‌های مخالفان را تحمل کرد و پاسخ داد، ولی نسبت به مصائب سید الشهدا حساس بود و تاب شنیدنش را نداشت. شاید به همین دلیل باشد که در 5 ماه محرم به دنیا آمد و در 17 ماه صفر سال 1306 به پیشوایان راستین پیوست و در حسینیه غفران مآب لکنو به خاک سپرده شد.